خب با سلام دوستان عزیزم. 2 هفته گذشت از جراحی یکی از عزیزانمون که لابیوپلاستی کردن، لابی ماژور ریداکشن کردن، لیفت کلیتوریس داشتن و همونطور که قول داده بودم بهتون قرار شد 2 هفته دیگه ویدیو بگیریم که ایشون به ما بگن که توی 2 هفته چه گذشته بهش. خوبی عزیزم؟ چه خبر؟ خوبی؟ اوضاع خیلی عالی، مرسی. چی گذشتین 2 هفته اذیت شدی؟ نه اصلا من بعد از عملم همراه هم نداشتم، تنها اینجا رفتم دورامو گرفتم، رفتم خونه، راه رفتم و همه چی عادی و نرمال بود، چون این بر خودم خیلی سوال بود چرا خوبی اینقدر؟ که فکر می‌کردم حداقل راه رفتم من یه ذره متفاوت بشه، ولی اصلا اینجوری نبود. 6 ساعت اول طبق تجویز شما مسکن‌ها رو گرفتم و بعد از اون 6 ساعت حتی یه استامینوفن ساده هم من نخوردم چون اصلا درد نداشتم، فقط یه احساس سوزش خیلی خفیف و یا کشیدگی، چون من خب یه مقدار پوستتون رو برداشتم کشیدم و شما لطف کردید تو کار اضافه بر من انجام بدید. کلیتوریس هم یکی اینکه یه قسمت پایین واژنم پوست اضافه داشت، اونم برداشت، اونا هم خوب شد. بله دیگه خیلی خوبی دیگه، تو از این مریض خوبایی که دیگه نمیشه کاریش کرد. منم واقعا اضافه کنم ترمیم زخمتون بسیار عالی بوده، یعنی بعد 2 هفته اگه به من نمیگفتی که 2 هفته پیش جراحی کردیم من فکر می‌کردم مثلا پارسال این موقع بوده. جز مریضای خوبمون بودی، خوشحالم نتیجهش خوب شد. بسیار راضیم. مرسی خانم. ان شاءالله کاری بعدیتونم اینجا انجام بدین همینجوری خوب بره و مرسی واقعا از همکاریتون، چون من یادم رفته بودین، لطفتون بود. دوباره به هر حال این کمکی میشه هم به من هم به عزیزانی که میترسن از جراحی. قربون شما. مرسی که بعد از عمل تو اینستاگرام همه که جواب بودی، راهنمایی مرسی به خدا. اینا رو که میگین آیه انرژی خوبی میگیره آدم، میدونه که خب یه سری آدما خیلی متوجه این همکاری ما هست، البته وظیفه‌مونه ولی به هر صورت این نشون میده ما رو بیشتر موتیویت میکنه که حتما دوباره برم جوابا رو بدم و مریضا رو پیگیری کنم. خیلی هم ممنونم. مرسی.